محبس شدن، تورمه، این جزا است نه؟ بله. برای آنکه همین مرده که دزدی کرد یا آدم کشت جزای اصلاح شود، تورمه میپرتان. گفتم میخواد که اصلاح نمیشه. نه من نمیدونم اصلاح میشد نمیشد، من میگویم که این واسطه جزا دادن یک نمود جزا. بله. فرض کنیم فرزند شما دزدی کرد، شما میخواید تورمه شیند؟ شما میخواید مقصد شما این است که وای اصلاح شود نه؟ شما میخواید که وای تورمه بشیند و اصلاح شود، یا اینکه شما تلاش میکنید یگان واسطه دیگر پیدا کنید که وای اصلاح کنید؟ من تلاش میکنم که دزدی نکند. خب این از ما درباره جزا گفته ایستادیم. مثلا کودک یک گناه کرد، کودک خطا کرد و حاضر نزد ما سوال است که ما جزا دهیم یا ندهیم. و علاقه کرد خطاگیه، حاضر شما میخواید که فرزند شما تورمه شیند، یا اینکه تلاش میکنید که یک واسطه دیگری جزا پیدا کنید که وای کودک اصلاح شود؟ یعنی مقصد اولی شما اصلاح شدنی کودک نه؟ شما میخواید وای جزای در تورمه گیرد؟ نه. پس چرا شما فکر میکنید که کودکتان اگر یک خطا کرد و برای آنکه وای اصلاح شود شما باید وای جنگ کنید؟ چون شما تلاش نمی کنید که برای همین کودک اصلاح شدنش به یا واسطه دیگر پیدا کنید که وای اصلاح شود؟ مثلا برای چی شما مهم که وای بله هدف من اصلاح شدن، اصلاح کردن. بله. پس چرا ما جنگ میکنیم؟